سلام، صبح بخیر. به چنل یوتیوبم خوش اومدین. میخوام چند تا ذکر طلایی بهتون بگم که برای همه زندگی ها کارسازه. انشاءالله که با این ذکرها بتونی درهای رحمت رو به روی خودت باز کنی. دعا برای سربرا شدن بچه هامون که باید روزی 40 مرتبه سوره کوثر رو بخون و انشاءالله که بچت سربرا بشه، حرف تو گوش کنه. بیشتر دوستان میگن بچه هامون میرن بیرون دیر میان خونه، حرف گوش نمیدن. کافیه سوره کوثر رو 40 مرتبه به نیتش بخونی، انشاءالله که بچت سربرا میشه. مداوم باید تکرار کنی. سوره‌ای که براتون شانس میاره. اگه همیشه میگی من شانس ندارم، کافیه سوره 9 رو بخونی، انشاءالله برات شانس میباره. برای پیدا شدن شغل خوب، یه شغل خوب میخوای، همیشه میگی من شغل ندارم، شغلم خوب نیست، درآمدم کمه، کافیه سوره انفال رو بخونی. اگر میخوای تو چشم همسرت عزیز باشی، همسرت فقط تو رو ببینه، هر جا میره تو جلو چشش باشی، سوره دخان رو بخون. سوره دخان رو بخون و معجزش رو ببین. فراوانی پول و مال و ثروت همیشه سوره واقعه رو بخون. روزی 1 مرتبه بخون و معجزه سوره واقعه رو ببین. اگر وقت داری هر روز این ذکرها رو 3 مرتبه تکرار کن. یا رحمان و یا رحیم یا الله، یا خالق یا رازق یا الله، یا مالک یا قادر یا الله، یا حکیم یا سمیع یا الله. بعد هر حاجتی داری از خدا بخواه. برای خدا غیر ممکن وجود نداره. این ذکرها رو بگو و حاجت دلتو از خدا بخواه. اگر تو خونه تنهایی میترسی یا اصلا میترسی، همیشه شب میترسی، میخوای بری حموم میترسی، میخوای بری بیرون میترسی، این آیه رو بخون، هرچی ترس و دلهره و وحشته ازت دور میشه. حسبنا الله و نعم الوکیل، اینو بخون، ترس و وحشت ازت دور میشه. میخوای 90 بیماری ازت دور بشه، کافیه بگی لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. اینو بگو، هر چی بیماری ازت دور میشه. کافیه صبح از خواب بیدار میشی بگی، ظهر بگی، شبم داری میخوابی بگی لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. غم داری، قصه داری، دلت گرفته، ناراحتی، نمیدونی چی کار کنی، همیشه میترسی یه چیزی برات پیش بیاد، یه اتفاق بدی برات پیش بیاد، کافیه این ذکر رو بخونی. ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. اینو همیشه بگو، تکرار. اگر عشق و محبت میخوای هر روز 100 مرتبه یا ودود رو بگو. رزق و روزی فراوان میخوای هر روز 100 مرتبه بگو یا رزاق. بعد از هر نماز واجب آیه 18 و 26 آل عمران رو بخون، 1 بارم آیت الکرسی بخون. محال حاجت نگیری، حاجت تو همون موقع از خدا بخواه، انشاءالله خدا حاجت دلت میده، محال حاجت نگیری. با خوندن سوره حمد حاجت روا میشی. کافیه سوره حمد رو بخونی و حاجت دلت از خدا بخوای. همیشه خدا رو با این 3 تا اسم صدا کن. این 3 تا اسم صدا کن تا حاجت بگیری. یا حفیظ، یا وکیل، یا نصیر. نصیر برای حل مشکلاته، یعنی گره های کوره. حفیظ برای این که هر وقت تنهایی میترسی،
دلهوره داری، وحشت داری، 100 مرتبه بگو یا حفیظ، خدا رو صدا کن. زبانبند قوی، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات. هر وقت ناامید شدی از همه جا، دیگه امیدی نداری، دیگه نمیدونی چی کار کنی، 4 قلو بخون. 4 قلو بخون و معجزه‌شو ببین. برای شفای مریض 14 مرتبه سوره حمدو بخون و 100 مرتبه هم بگو یا شافی. میخوای گرهات باز بشه و مشکلاتت حل بشه، رزق و روزیت زیاد بشه، مشکلاتت حل بشه، موقع اذان 7 مرتبه بگو یا هادی یا وهاب یا رزاق یا الله یا الله یا الله. هر جا خواستگاری میری جواب رد میشنوی، هر جا میری دلت میشکنه، کافیه 1 بار داری میری خواستگاری سوره طه رو بخون و جواب مثبت رو بگیر. اگر خدا صلاح بدونه، اگر به صلاح خدا باشه. دیدن خونه، نجات از مستاجری، سوره مومنون رو زیاد بخون. سوره فتح برای بیمه شدن مال و ثروتمون. خونه داریم، ماشین داریم، زندگی داریم، هر چی داریم، طلا داریم، سوره فتح رو بخون. سوره انعامم برای رفع گرفتاری و بلایا. دیدی گرفتاری، مشکل داری، 1 بار بشین سوره انعام رو بخون. اگرم میخوای درهای ثروت و رزق و روزی برات باز بشه، کافیه روزی 100 مرتبه بگی یا مغنی. اگرم با من آمنه گیلکی میخوای همراه بشی، چنل یوتیوبمو فالو کن. التماس دعا جمعه خوبی داشته باشین. یا ابا صالح المهدی ادرکنی.